همین که داخل رفت هوا سردتر شد و سکوت عمیق‌تر. صدای قدمهاش به آرامی روی کاشی‌های ترک خورده میپیچید. دوربینشو بالا برد و از تعامل نور و سایه عکس گرفت. سوژه‌اش الگوهای وهم‌آلود و ترسناکی بودن که نور خورشید بعد از عبور از پنجره‌های شکسته رو دیوارا مینداخت. ناگهان زمزمه‌ای ضعیف شنید. زمزمه‌ای که به نظر میرسید از خود دیوارا میاد. مکث کرد. قلبش به تپش افتاد. زمزمه بلندتر شد. کلماتی رو ساخت که براش نامفهوم بودن. آیا صدای باد بود یا چیزی فراتر از اون چه به چشم میخورد تو این مکان وجود داشت؟